در پی تجدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر، حملات هوایی اسلام آباد بر بخش‌هایی از کشور ابعاد نگران کننده به خود گرفته است. در تازه‌ترین و تکان دهنده‌ترین رویداد شب گذشته یک شفاخانه ویژه درمان معتادین در کابل هدف حمله قرار گرفت. این حادثه نه تنها موجی از اندوه و خشم را در داخل کشور برانگیخته، بلکه واکنش‌های گسترده‌ای را در خارج از کشور نیز به دنبال داشته است. این سرویس ویژه خبری به بررسی ابعاد این رویداد تلخ و پیامدهای آن می‌پردازد. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق با من عایشه نیازی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 هوت 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 17 مارچ 2026 میلادی. مشروع خبرها: حملات هوایی پاکستان بر شفاخانه معتادین در کابل با موج از واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده است. وزارت خارجه هند این حمله را نقض آشکار حاکمیت افغانستان و تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه دانست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از همه طرف‌ها خواسته که بر قوانین بین المللی به ویژه حفاظت از غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی مانند شفاخانه‌ها احترام بگذارند. گزارش از ناهیتا انتر. حملات هوایی خونین شب گذشته پاکستان بر ولایت‌های کابل و ننگرهار موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است. وزارت امور خارجه هند حمله هوایی پاکستان در کابل را به شدت محکوم کرده و آن را بی‌رحمانه و غیر قابل توجیه خوانده است. وزارت خارجه هند همچنین این حملات را نقض حاکمیت افغانستان و تهدید برای ثبات منطقه دانسته و هدف قرار دادن مرکز صحی را غیر قابل قبول عنوان کرده و از جامعه جهانی خواسته عاملان آن را پاسخگو سازد. وزارت خارجه چین نیز با اشاره به حملات شب گذشته از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شده است. پاکستان غواړي چې ملکی اهدافو ځکه بریتونه وکړي چې مستقیما فشار په حکومت راولي. د افغانستان حکومت زغم کړی او لا اوس هم د زغم نه کار اخلي او هر کله چې دوی زغم له دې نه زیات مات شي، بیا نو شاید پاکستان ته داسې جوابونه ورکړي چې په تاریخ کې دوی نه لیدلي. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز این حمله را نیکوهش کردند. بنت از همه طرفها خواسته که به قوانین بین المللی و ویژه حفاظت از غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی مانند شفاخانه‌ها احترام بگذارند. در داخل کشور نیز این حمله با موج گسترده از واکنش‌ها مواجه است. عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین امارت اسلامی در پاکستان، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، با محکومیت این حمله به ویژه هدف قرار دادن شفاخانه معتادین در کابل تاکید کردند که پاکستان در صورت تمایل به ثبات منطقه باید در سیاست‌های خود بازنگری کند. آنان همچنین از جامعه جهانی خواستند تا این اقدامات پاکستان را به شدت محکوم سازند. د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده، د وحشیانه برید ده، د ملک وګړو پر ضد باندې جنایت بللی سو. دا واقعیت ده چې د پاکستان رسنۍ ثبوت نشي وړاندې کولی چې دغه ملکی تاسیساتو په برخه کې دوی اقدام ترسره کړی د له همدې امله پروپاګند کوي او دوی مشروع پوځي هدف بولي. با این همه عطاالله طرار، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، ادعا کرده که نیروهای هوایی این کشور شب گذشته حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی امارت اسلامی انجام داده است. ادعایی که از سوی امارت اسلامی به شدت رد شده و حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به این ادعا در اکس نوشته که طرار به عنوان وزیر اطلاعات یک رژیم نظامی تروریستی با بی‌شرمی بمباران یک شفاخانه را مایه افتخار خود می‌داند و تلاش می‌کند آن را توجیه کند. او نوشته که چنین گستاخی به روشنی ماهیت پنهان و نیکوهیده رژیم نظامی پاکستان را آشکار می سازد. د تیر شپې د پاکستان جنایتکار او د انګریزو د امریکا په هدایت
او مشورې کوم برید چې په افغانانو باندې په ولایاتو کې مختلف ولایاتو کې او خاصتا په کابل کې شوی دا یو لوی بشري انساني جنایت ده. دا د ټولو اصول نه وتلی جنایت ده. نه اسلامي اساسات یې مني نه بشري او انساني اساسات ته زغملی شي او پایلې بشریت و انسانیت ته حتی اسلامی ارزښتونو ته ډېرې خطرناکې دي. این در حالی است که پاکستان در ادامه حملات هوایی خود بر بخش‌هایی از کشور ساعت 9 شب گذشته بر شفاخانه 2000 بستری تداوی معتادین حمله کرد که در نتیجه آن 400 تن جان باخته و حدود 250 تن دیگر زخمی شدند. در پی حمله هوایی مرگبار پاکستان بر یک شفاخانه معتادین در کابل سخنگوی وزارت داخله هشدار داد که پاکستان پاسخ دندان شکنی دریافت خواهد کرد. به گفته وی در این حمله دست کم 400 نفر کشته شدند و 250 تن دیگر زخمی شدند. گزارش از نسترن امیری. اینجا یکی از مراکز درمانی در کیتیاد است، جایی که روزگار در این ساختمان امید نفس می‌کشید. در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان، این مرکز که پناهگاه صدها انسان برای رهایی از مواد مخدر بود، اکنون به ویرانه سرد و خاموش مبدل شده است. اینجا جز خاک، دود و سکوت چیز دیده نمی شود. سکوتی که با هر قدم سنگین تر می شود، چرا که زیر این آوارها هنوز انسان های جا مانده است. در گوشه از این خرابه جسد از زیر خاک بیرون مانده است، به حرکت و خاموش. پیکره که شاید روزی برای زندگی دوباره تلاش میکرد، اما اکنون در سکوت سنگین زیر آوار جا مانده است. در گوشه دیگر تخت هایی که زمان محل استراحت و درمان بودند، اکنون شکسته و پراکنده در میان آوار افتادند. در همین حال امبولانس هایی که یکی پس از دیگر میرسند، نه برای نجات بلکه برای انتقال پیکرهایی که دیگر باز نمیگردند. وزارت داخله امارت اسلامی اعلام کرده است که در پی این حمله دست کم 400 تن جان خود را از دست داده و 250 تن دیگر زخمی شده است. در حدود 400 نفر شهدا و 2.5 زخمی‌ها ارقام دقیقی است که خدمت شما عرض شد و اجساد شهدا اکثرشان به خانه‌هایشان برده شده. په دغه روغتون کې تقریبا 3000 په شاوخوا کې لموږ سره معتادین تر درملنې لاندې ول. البته په بیلابیلو مراحلو کې دغه معتادین درملنه تر سره کېدله او کوم ځای چې په نښه شوی ده په دغه ځای کې په یوه سالون کې یوازې 200 په شاوخوا کې لموږ سره معتادینو شتون درلوده چې هغه درملنې لاندې ول. اینجا بازماندگان قربانیان روایت های تلخ و تکان دهنده از این رویداد دارند که دل هر بیننده را به درد می آورد. از لحظه ای که همه چیز فرو ریخت و از کسانی که دیگر باز نگشتند. دقیقا ساعتای 10 دقیقه در 9 بود که دقیقا هم 6 بودیم. بعد از نانمان خوردن آمدیم، از تراویح خلاص شدیم، از نماز تراویح هم در اتاق 6 بودیم که صدای انداخت آمد 5 دقیقه. یک سعی کردیم که یک صدای وحشتناک آمد که دمی منطقه سالون اول ازت تقریبا نزدیکی 1200 نفر آمار شده بودن. 400 نفر 350 نفر هم زیر آوار ماندن کلا. زخمی هاش حالا ما شب تا صبح نمی زخمی ها رو کشیدیم دیگه، شهیداش کلا ماندن. شپې دلته وروره تیارې راغلې، د تیارو غږ سو موږ ووتلو د باندې چې ووتلو چې ومې کته یو بم یې دلته واچو چې دا مخامخ دی ورته ګورې دلته واچو. دا دوم بم یې پر دې سالون باندې واچو چې په دغه سالون کې 180 نفره دا تازه راوستلي وو چې کورونوي راوستلي دلته بستر کړي وو. زه خو په داخل کې هم دلته د شپې نوکري وم، معالج ډاکټر یم. زه په هغه خپل نوکري اتاق کې وم. کله چې انفجار وشو په ما باندې یو تخته دوه راولېدې، دغه سر مې زخمي شو، د کوکه وخوړه، خپه مې خوږ شو. خو پیدل یعنې یم چې اول انفجار کوم ځای کې وشو، خو دلته تقریبا 3 انفجارونه وشو، 3 آوازونه مې واورېدل. بیا په ځان پوه شوی نه یم. در گوشه از این مرکز درمانی خانواده های دیده می شوند که هنوز چشم به راه عزیزانشان هستند. آنان در سکوت سنگین استادند، میان امید کمرنگ و اندوه عمیق. از همین طرف 9 بجه که آمدیم که در تلفن خبر شدیم شب که بم انداخته بودن، با تشویش بودم آمدم تا فعلا کدام خبری ندارم ازش که زنده است که خدا نخواسته فوت کرده که شبخانه برده دیگه جا. دلته راتروسه یا جمعه کې چې بستر او معلومات نشته پکې چې ژوندی ده مړ ده.
گفتنی است که شب گذشته پاکستان با نقض حریم هوایی کابل یکی از مراکز ترکیدیات در منطقه پلوچرخی را هدف قرار داد که در پی آن دست کم 650 تن کشته و زخمی شدند. این رویداد با واکنش‌های جهانی مواجه شده است. امارت اسلامی نیز هشدار داده که در برابر این حمله اقدام متقابل انجام خواهد داد. و در خارج از کشور در 18مین روز جنگ ایران و امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که جنگ به زودی پایان می‌یابد و تاکید کرد حملات مشترک امریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان نظامی ایران را نابود کرده است. در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی ماندگان جزیره اپستن نزدیک است. گزارش از عبدالله بصیر. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران وارد 18مین روز خود شده و همچنان با حملات متقابل ادامه دارد. نیروهای امریکایی و اسرائیلی بخش‌های از ایران را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند و در مقابل ایران موج‌های پی در پی موشکی را به خاک اسرائیل و پایگاه‌های امریکا در منطقه شلیک کرده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که جنگ به زودی پایان می‌یابد و تاکید کرد حملات مشترک امریکا و اسرائیل بخش بزرگی از توان نظامی ایران را نابود کرده است. جنگ این هفته فکر نمی کنم اما به زودی تمام می شود. زیاد طول نمی کشد. از زرادخانه موشکی و پهپادی ایران چیزی باقی نمانده است. احساس می کردم وظیفه داشتم این اقدام نظامی را انجام دهم و پس از پایان جنگ جهان امن تری خواهیم داشت. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی ماندگان جزیره اپستین نزدیک است. 47 سال پیش و در آستانه پیروزی مردم در انقلاب اسلامی ایران، نخست وزیر متوهم پهلوی می گفت که صدای شعار جمعیت انبوه در خیابانها واقعی نیست و صدای نوار است. و حالا ترامپ درباره تجمع‌های میلیونی ضد امریکایی و ضد اسرائیلی در شهرهای ایران می گوید که این تصاویر هوشی مصنوعی است. پیروزی تاریخی مردم ایران بر باقی ماندگان جزیره اپستین نزدیک است. همزمان ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این جنگ رو به گسترش است. تنش‌ها در خلیج فارس به ویژه در تنگه هرمز در حال ادامه دارد و بازارهای جهانی انرژی نیز تحت تاثیر مستقیم این درگیری‌ها قرار گرفته است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هشدار می‌دهد که امنیت تنگه هرمز هیچگاه مثل گذشته نخواهد شد. و الان خیلی از کشتی‌ها خودشون تو منطقه رفت آمدی میکنن. اصلا شرایط برای رفت آمد نیست و حتما دیگه از این به بعدم با دخالت‌هایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه. دیگه ایمنی لازم را نداره، امنیت لازم به وضع سابق برنمیگرده، نمیتونه برگرده. در 18مین روز جنگ تداوم حملات و نبود نشانه‌های جدی از کاهش تنش نشان می‌دهد که این درگیری هنوز وارد مرحله پایانی نشده و چشمانداز آن همچنان مبهم باقی مانده است. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.